خب در مورد اقدام امروزا خیلی که ما شما شاهد آن هستیم در دهه باورستان جماعت دیوتی وطن نویای فرخور مردم دهه باورستان اقدام گرفتن همه دست جمعونا همه کسا دست با دست با هم کرده راه رو نیاد میتونیم با مسافه 2.5 کیلومتر ما احسان میگم با مردم دهه باورستان با خورد زن مردش از نام حکومت نوحیه حکومت جمهوری احسان میگم سلامت یادوار باشم که رئیس جماعت دهاتی وطن بابا نظر سلامت باشم. خب درود به شما همراهان ارجمند. من در گزارشی گذشته هم گفتم که دهه باورستان دهه من در ناحیه فرخار پای آبادکاری ها جدی سهم گرفته ایستادند. یک گروه جوانان به خلاصه آمدند که دههشان را آباد کنند و یا دهه امان را و این اقتباس شروع شد و تمام فرزندانی با آر و ناموسی این دهه و هم آمدن صورت حساب شده و قریب 2 میلیون سامانی مبلغ جمع شده است تا اینکه راه دهه را و کوچه و پس کوچه دهه را آباد و بنیاد کنند. و امروز یک نوع به قول شنبگی است. تمام مردم دهه اینجا ریختن تا هر یک سهم بگیرن در آبادی دههشان. یک دعا به اهل زحمت، با برادران بناموس، با شرف و آبادکار دهه ما. با شما عمر دراز با برکت، تهی صحت، بخت برکت در کسب کار شد. پروردگار خواهش کرده که چه مراد و مقصدی که در دل داشته باشه خداوند با مراد و مقصد برساند. الله اکبر. سلامت باشن. نه حدوداً 500 نفر بشن. خورشید درباره اقدام امروزا چی اقدام است امروز؟ امروز اقدامی که ما همه راه دهه را آباد کرده سیم یک جایگی با دستگیری و بچه های همه دهه شهرمردان همه دهه رحمت پدر مادر همش دا میگیم یک آبادی میکنیم. سلامت باشن. یعنی بنیادی رو